بچه مردم. خب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلی هم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود چه میکرد؟ خب من هم میبایست زندگی میکردم. اگر این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم. غیر از این چیز دیگری به فکرش نمیرسید. نه جایی را بلد بودم و نه راه چاره میدانستم. نه اینکه جایی را بلد نبودم، میدانستم میشود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد، ولی از کجا معلوم که بچه مرا قبول میکردند؟ از کجا میتوانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمیخواستم به این صورت ها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم، آنچه را که کرده بودم را برای مادرم و دیگر همسایه‌ها تعریف کردم. خارگاه بسپاری یا ببریش دارالایتام. نمیدانم دیگر کجاها را گفت، ولی همان وقت مادرم به او گفت که خیال میکنی راش میدن؟ من با وجود اینکه خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما آن زن همسایه ما وقتی این را گفت باز دلم هوری ریخت و به خودم گفتم خب زن، تو هیچ وقت رفتی که راد ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کارو کرده بودم. ولی من که سررشته نداشتم، من که اطمینان نداشتم راهم بدهند. آن وقتم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا قصه روی دلم ریخت. همه شیرین زبانی‌های بچه‌ام یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در و همسایه‌ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشان زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت هم نمیکشه. باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راستم میگفت، من که اول جوانیم است و چرا برای یک بچه انقدر قصه بخورم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داستان امروز داستانی از آقای جلال آل احمد هستش. مثل همیشه اول فکر کنم یک گریزی بزنیم به زندگی خودش، کمی با خود نویسنده آشنا بشیم که کی بوده، چه تفکراتی داشته و چرا این داستانا رو نوشته. این کار باعث میشه که نقد داستان برامون راحت‌تر میشه و خطوط فکری نویسنده رو که میشناسیم دلایل نوشتاریشون رو هم بهتر درک میکنیم. جلال آل احمد متولد 1302 هست. ایشون اولهای دوره رضاخانی به دنیا میان. توی خانواده خیلی مذهبی ان، روحانی ان و خیلی خانواده پدر مخصوصا اصرار داره که ایشون روحانی بشن و درس‌های حوزه و طلبگی بهشون میدن، ولی ایشون میاد خارج از نگاه پدر میره و برای دارالفنون درس میخونه و سعی میکنه وارد دارالفنون بشه و درس‌های آکادمیک اون دوره رو بخونه. تو 20 سالگی میفرستنش نجف که بره طلبه بشه. آقای جلال احمد پسرعموی شهید طالقانی هست که اگر شاید ایشون هم مسیر پسرعموشو میرفت، الان شاید اصلا یک شخصیتی دیگه، یه داستان دیگه داشت تو زندگیش. میره طلبگی بخونه ولی اونجا خوشش نمیاد و برمیگرده و به شدت جذب شبکه‌های مارکسیستی میشه، شبکه‌های روشنفکری اون دوره میشه و کلا تفکراتش از دین و مذهب میره به سمت روشنفکری. حتی یه جایی من خوندم که موقعی که میان و مصدق رو میخوان بگیرن تو کودتای 28 مرداد، ایشون جز اونایی هستن که میرن دفاع از مصدق میکنن و پشت در وای میسن و جلوی مردم عادی مثلا چیز میکنن، از مصدق دفاع میکنن و همونجا زخمی میشه و به شدت از حزب و کار روشنفکریش زده میشه و میگه که این دیگه پایان حزب ما بود. بعد زندگیشون با ازدواجش با سیمین دانشور که ازدواج میکنه دوباره از خانواده طرد میشه، چون که سیمین دانشور یک شخص بروز اون دوره بوده و خانواده مذهبی مطمئنا ایشون خیلی تناقض داشتن و دوباره از خانواده طرد میشه و تا آخر عمرم بچه دار نمیشه. حالا این نکته بچه دار نشدنش رو بگیریم، برای نقد داستان خیلی به درد میخوره که سال بعد از 46 تو 48 سالگی که دیگه فوت میشن و از ساواکشون رو مثلا چیز میکنه، از معلم هست و ساواک اخراجش میکنه به خاطر فعالیت سیاسی که انجام میده و مقالاتی که مینویسه. ساواک اون رو از معلمی اخراج میکنه و ایشون خودشون یه تبعید خودخواسته انجام میدن و میرن و شمال و بعد از 1-2 سال بعد تو تبعید خودخواستهشون میمیرن، کشته نمیشن. وقتی که صادق چوبک توی آب میفته و میمیره، میاد یه مقاله مینویسه که در واقع کشته سازی میکنه و میگه که این رو ساواک کشتن، در صورتی که همه میدونستن که خودش غرق شده. بعداً اعتراف میکنه، میگه که حیف بوده یکی مثل چوبک که یک قهرمان بوده مرگ قهرمانانه نداشته باشه.
و خودش هم دوست داشتن بعدن کننش مرگ قهرمانانه که نتونستن. خود زنش سیمین دانشور میگه که نه، این به خاطر مصرف مواد الکلی مرده و هیچ ساواک هم دخالت نداشته. حالا برگردیم به داستان بچه مردم. بچه مردم خود نثر آقای جلال احمد یک نثر خیلی عالی و نزدیک به نثر مردم عادی هستش و یکی از برجستگی های نویسندگی آقای جلال احمد نثر خیلی روان و سادهش هست که این خیلی امتیاز هست و خیلی بعداً تقلید همون نسل آقای آل احمد رو انجام میدن. ولی انتقاداتی که به نثرش هست، یه نثر عصبانی داره، یه نثر تیز و تند داره و داستانهایی که نوشته بیشتر رو سطحن، رو لایه‌های درونی، برعکس صادق هدایت لایه‌های درونی و پنهانی نداره. همین داستاناش سطحن و هر کسی میخونه متوجه میشه و پیام خاصی هم نداره به جز اینکه میخواد مثلا عصبانیت خودش رو نشون بده و یک انتقادی به دوره خودش بکنه. زن ایرانی رو اومدن حجابش رو برداشتن، اومدن تو خیابونا کشوندنش، ولی اصلا کاری براش ندارن، کاری که بخواد انجام بده. فقط جز اینکه پوشش رو برداشتن، مثلا کسی میگه که خودش اون دوره داره زندگی میکنه، جز اینکه پوششش رو برداشتن دیگه کار مفیدی نمیتونه انجام بده و کاری اصلا به دستش ندادن و اون رو سرگردان کردن. از یک ور از خونه ها کشوندنش رو بیرون و از یک ور کاری براش ندارن. این یه تیکه از کتاب غرب زدگیشه که چنین تفکراتی داشته. این آقای جلال احمد رو کمتر میشه داستان نویس، حالا شاید یک حرف شتاب زده باشه، ولی داستان نویسی شاید به اندازه کارهای دیگه‌اش قوی نباشه. ایشون مترجم هم بودن. کتاب آلبر کامو، بیگانه آلبر کامو رو اولین بار جلال احمد ترجمه میکنن. کتاب داستان بچه مردم یه داستانی هستش در مورد زنان جامعه از دید آقای آل احمد. من احساس میکنم، حالا نظر شخصی می، چون خودش بچه نداشته نمیتونه درک کنه یک مادر، یک پدر چه دیدی به بچه خودش داره. وقتی که مثلا میاد یک مادر رو به همین راحتی میگه که آره بچه‌شو برد گذاشت سر راه، به خاطر چی؟ به خاطری که شوهرش قبول نمیکرد. یک مادر معمولا اینقدر راحت نمیگذره بعد شب برگرده خونه بگه که نتونستم پول کرای ماشینی هم که دادم و از شوهرم بگیرم. یک دید هیولاوارانه و کسی از دید کسی گفته که به نظر مثلا درک نکرده مادر بودن و پدر بودن رو، که به این راحتی یک مادر از بچه خودش نمیگذره، بعد بیاد خونه نگران پول کرایه ماشینش باشه. مثلا پشت سرم و من میخواد مثلا یه قوم میگیره، اون ناخودآگاه اون مادره که بهش میگه مثلا کارش اشتباهه. یعنی اینو توی مسیر داستان چند جایی با نشون میده. حالا با پیرنگ ضعیفش نیست که به قول شما نشون نداده که مثلا یه مادر هیچ وقت اینقدر راحت از بچه‌اش نمیگذره، ولی این فرامن یا همون ناخودآگاه همراهش هست، تو مسیر رو یه جایی اشاره میکنه. درسته، از وجدانه رو داره، ولی اونقدر زیاد نیست که جلوشو بگیره که مثلا چنین خطایی انجام نده. میگم وقتی برمیگرده میگه من حتی نتونستم پول کرایه تاکسیمو از شوهرم بگیرم، یعنی که اون عذاب وجدان خیلی کمه و یه چیز مثلا اقراق برانگیزه. بعد ایراد بزرگی که به داستان هست پیرنگشه. مثلا قبلش اون ماجرایی که گفتی خیلی باحال بود، یعنی این چیزی که در مورد صادق چوب خیلی نه اصلا خیلی سینمایی بود. کلا این ایده هایی که چپ ها اون موقع داشتن جالبه کلا، که یک ایدئولوژی خیلی عجیب غریب تو ذهنشون بوده، اینکه حالا جعلم بکنن اون به کنار. ولی در مورد داستان، من واقعیتش داستان رو خیلی دوست داشتم. یعنی به نظرم همون بحثی که در مورد آن داستانی داشتیم، اینکه حالا بگذریم از اینکه چه میشود که یک مادر همچین کاری رو میکنه، اما اون لحظه‌ای که مادر بچه رو توی خیابون ول کرده و توی تاکسی داره میاد و داره فکر میکنه به اینکه احتمالاً الان چی به سر بچه‌م میاد، یک لحظه انسانی خیلی برای من خیلی تکان دهنده است که جای کار داره. یعنی این اون همون جاییه که به نظر من هنر جاییه که میتونه ما رو تکون بده، جاییه که احساس ما رو، اون حس ما رو برانگیخته میکنه.
فرار از کلیشه بوده، این که ما یه مادر تیپیکال توی ذهنمونه که مادر محبت میکند، مادر فلان فلان. ولی خب چون من چند تا کتاب دیگه هم خوندم از اون زمان که مادرهایی که ازدواج مجدد میکنن خیلی وقتا بچه‌هاشون دیگه باهاشون زندگی نمیکنن. من یکی تا از جعفر شهری خوندم، اون هم اصلا ماجرای زندگی خودش بود. خب اون موقع چون خانم ها مستقل نبودن و خب یک سرپناهی نیاز داشتن، ناچار بودن که گاهی وقتها مثلا کودکانشون پیش خودشون زندگی نکنن، یا پیش پدر همسر قبلیشون باشه، یا خونه پدر بزرگ باشه، مادر بزرگ باشه. من خیلی کاری به باورپذیری قصه ندارم. حالا اگر بتونیم قصه رو در داستان‌های مدرن اگه بتونیم جا بدیم، اون روابط علی و معلولی رو میتونیم یه کمی فاکتور بگیریم که حالا چه شده است که این مادر به اینجا رسیده که همچین کاری میکنه. من فقط میخوام یک سوالی رو مطرح کنم که با هم دیگه در موردش حرف بزنیم، این که ما چطور میتونیم این قصه رو سینماییش کنیم. خب ما اینجا روایت‌های ذهنی داریم، یعنی خیلی از این قصه روی تصمیمی که مادر میخواد بگیره روی اون گفتگوهای ذهنی خیلیش سواره، چون داستان اول شخص دیگه. ما میدونیم که این مادر یک زندگی سختی داره، مجبوره و حالا این رو بخوایم ما توی فیلم کوتاه، چون داستان کوتاه دیگه، داستان 4 صفحه است، ما که نمیتونیم بریم زندگی یک برشی از زندگی این خانم رو نشون بدیم، یا اینکه مثلا شبیه داستان‌های یا درام‌های سطحی بیایم کاراکتر به دوربین نگاه کنه و زندگی خودش رو برای ما تعریف کنه. من میخوام دوستان در نظرشون رو بگن که اگر بخوان این کار رو از دریچه سینما بهش نگاه کنن، داستان چه شکلی میشه، یعنی چطوری اون رو تعریف میکنه. بله چطوری این رو تعریف میکنه، چون این داستان یک اوجی داره. اوج این داستان جاییه که مادر کودک رو میذاره و میره. داستانی که شما گفتین، شما فرض کنید فرض کنید بدون هیچ ایدئولوژی یا به قول معروف نقد تفکر، اصلا زمینه بستری که داره، یه ایده ای دارین، یک آدمی که دائم میره همون و برمیگرده و خیالش راحت نمیشه، چقدر مثلا جذابه، چقدر پتانسیل داره. مادری که کودکش رو ول میکنه و اون رو رها میکنه، همین. خب یعنی من به نظرم آدمه خیلی ایده های نابی داشته در مرحله ایده. حالا در مورد گسترش دیگه اونجا یه بحث دیگه است که به چه سمتی میره داستان. خیلی قشنگه اینکه یه مادر قول شما مثلا بچه‌شو مثلا وسط خیابون رها کنه، ولی چه انگیزه‌ای لازمه برای این کار؟ خیلی باید این انگیزه قوی باشه. یه جاهایی از اون داستانایی که ممکنه توی فیلمنامه‌هامون ازش استفاده کنیم، میگم همونطور که آقای بیضایی توی شاید وقتی دیگر استفاده کرده، از اون تصویرهایی که میگیره. حالا ممکنه شما توی فیلمنامه مادر نباشه، خواهر باشه، پدر باشه، هر چی. خب این که شما از این چیزی که بهش دلبستگی دارین در یک لحظه میگذرین و شب میرین خونه و توی اون خونه‌ای هستین که دیگه اون آدمه توش نیست. میدونم منظورم اینه که شما اگه بخواید نسخه سینماییشو بسازین، ممکن اصلا خانمی رو نشون بدین که وارد خونه شده و این خانم 1 ساعت پیش بچه‌ش رو توی خیابون گذاشته. به قول استاد نعمت‌الله از کجا شروع می‌کنید؟ خب من به نظرم رسید که یک خانم وارد خونه میشه، میره شروع میکنه ظرفا رو میشه. حالا ولی اگه بخوایم داستان رو بررسی کنیم، فکر می‌کنم داستان اتفاقا جای بررسی مخصوصا از دید یک جامعه شناس خیلی داره. خب داستان یه داستان واقعیت‌گرا اجتماعیه، یعنی رئالیسم اجتماعیه که به نظرم شخصیت محوره، بر اساس در واقع یک شخصیت ساخته شده. شما در واقع تو همون خط اول داستان کاملا متوجه میشید که موضوع داستان راجع به چیه، یعنی بدون اینکه از یک ناکجا آبادی شروع کنه یه سری حرف و حدیث بزنه تا برسه به موضوع، واقعا این کارو نمیکنه. در اوج داستان شروع میشه و این از نکات مثبتشه. همین الانش هم ما توی تهران داریم. شما الان حساب کنید 90% شاید کسایی که تو تهران باشن از قوم‌های مختلفی هستن که از نقاط مختلف ایران اومدن اونجا جمع شدن و شما اون تعصبی که مثلا تو مردم لرستان هست یا مثلا توی سیستان و بلوچستان هست، توی خوزستان هست، توی خراسان هست، دقیقاً اون تعصب و تفکر رو شما راجع به اون لرستانی که توی تهران هست دیگه وجود نداره. یعنی به خاطر شرایطی که به وجود اومده، وضعیت اقتصادی، جمعیت خیلی زیاد،
در همتنیدگی این آدم ها و خیلی از موضوعات دیگه، آدم هایی که مهاجرت کردن و رفتن تو اون محیط شیوه تفکریشون هم کاملا عوض شده. پس اینجا به نظرم این مادره یه نقش جدیدی گرفت و اینکه اینجا به نظرم هم خانواده به مثابه یک اجتماع خیلی بزرگه. یعنی اینجا خود حتی مثلا بچه‌ای که وجود داره، بچه مردم، نمادی از یک جامعه‌ایه که خیلی بیدر و پیکر شده، نسبت به انسان‌ها روابط عاطفی خیلی کمتری داره و از این سمت هم مؤسسات حمایتگری که توی جامعه باید یک سری وظایفشون رو انجام بدن انگار که اصلا وجود خارجی ندارند. می‌بینیم یه جای زنه اعلام میکنه که من حتی اعتمادی به مثلا جایی مثل بهزیستی ندارم، اونجا شاید اصلا قبولم نکنن و دقیقاً توی این داستانش کاملا داره به اون شرایط پیرامونش نقد میکنه و توی این جامعه به یک نوعی تعهد کاملا مرده است. یعنی شما میبینید زن نسبت به شوهر قبلیش خیلی آنچنان تعهدی نداره، مرد نسبت به فرزند این زنی که گرفته خیلی تعهدی نداره و آره یه نرخر دیگه رو چرا ما باید در واقع بزرگش کنم و نونشو بدم و این نشون و در واقع توی یک همچین جامعه‌ای که گسست اجتماعی خیلی زیادی داره انگار که این بچه کلا داره پاسکاری میشه. یکی این که خانوم پذیرفته که به عنوان یک کسی که مثلا فقط حالا میگه من جوونم، مثلا حالا این بچه نشد یکی دو تا دیگه هم میاد، یعنی این خانم پذیرفته که نقشش توی این زندگی هیچ چارچوبی نداره، فقط نقشش اینه که حالا مثلا چند تا بچه بره، حالا اون بچه هر مثلا ببخشید حیوانی هر اتفاقی واسه بچه‌ها افتاد مثلا خیلی مسئله نیست. پس اینو اون زنه از ابتدای داستان داره میگه، یعنی فکر کنم خوندم 3-4 تا خط پایین‌ترش میگه من جوونم، حالا این نشد 3 تا بچه دیگه، 4 تا بچه دیگه. خب دوستان اطلاع دارین که آقای جلال آل احمد و خانم سیمین دانشور بچه دار نمی‌شدن و توی یکی از کتاب‌هاش آقای آل احمد اعتراف میکنه که ظاهرا مشکل از ایشون بوده، نمیدونم سنگی برگوری همچین اسمی داره داستان. من فکر می‌کنم اگه تحلیل روانکاوانه نویسنده رو انجام بدیم، خب نویسنده می‌خواسته بگه که ما در جامعه‌ای که بچه‌ها همچین سرنوشتی ممکنه داشته باشن و چه میدونم بله اصلا یک به قول معروف مادری که توی یکی از دیالوگ‌ها میگه که حالا من یه چند تا بچه دیگه بعدم میارم، خب حالا آیا من بچه دار نمیشم، آیا مشکلی هست؟ یعنی خب اتفاقا شاید میخواسته بگه که مثلا بچه چیز خوبی هم نیست. از این نظر من میخواستم بگم که به قول فروید یه مکانیزم دفاعی، حالا فرافکنی بخوایم اسمشو بذاریم یا انکار اسمشو بذاریم، جابجایی، مثلا چند تا مکانیزم دفاعی فروید داره. از این نظر من گفتم که حالا در موردش صحبت کنیم.